راستش سالی که گذشت برای ما پر از اتفاقای خوب و البته پرچالش بود. قسمت خوبش برای اینه که من و مسعود فروشگاه اینترنتیمون رو به طور جدی راه اندازی کردیم و خلاصه بعد از گذشتن از 7 خان رستم هرچی مجوز لازم داشت براش گرفت. و قسمت پرچالش این بود که ما 2 نفری مجبور بودیم در تایم کوتاه کار یه تیم رو انجام بدیم و سایتمون رو به بهره برداری برسونیم. حقیقتا سخت بود ولی خب برای ما کار نشد نداره. تو این مسیر پرچالش یه سری چیزا با آدم انگیزه میده. مثلا وجود یک همسر خوب، همراه خوب، دوست و البته یک شریک خوب که حقیقتا به خاطر داشتنش خدا رو شکر میکنن. به خصوص که الان یه اتفاق فرخنده هم تو راهه و من به زودی پدر میشم. راستی سال نو مبارک. امیدوارم امسال برای همتون سالی هدفمند و نیکو باشه.